امروز قراره بریم سراغ حکمت‌های دریاسالار ویلیام مکریون، یکی از فرمانده‌های یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا. ببینید اینا فقط 10 تا قانون ساده نیستن ها. این یه سری اصولن که زندگی خیلی از آدمای موفق رو شکل دادن و به اون نشون میدن که چطوری بزرگترین تغییرات اغلب از کوچیک‌ترین کارها شروع میشن. خب بیایید با یه سوال بزرگ شروع کنیم. واقعاً چطوری میشه دنیا رو تغییر داد؟ فکر کنم این سوالیه که خیلیامون از خودمون پرسیدیم، نه؟ جالبه بدونید جوابی که دریاسالار مکریون به ما میده ممکنه حسابی غافلگیرتون کنه. باورتون بشه یا نه، مسیر تغییر دادن دنیا از مسلط شدن به دنیای کوچیک خودتون شروع میشه و همه چیزم از یه کار خیلی خیلی ساده و روزمره کلید میخوره. همین تضاد جالب دقیقاً اساس فلسفه‌ایه که امروز میخوایم با هم بازش کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ اولین اصل. این اصل ساده در واقع پایه کل این فلسفه است و نقطه شروع واقعی برای تغییر دادن جهانه. موضوعش هم اینه که چطور انضباط رو بسازیم و یه پیروزی کوچیک قبل از اینکه با چالش‌های بزرگتر روز روبرو بشیم به دست بیاریم. درس اول اینه روزت رو با یه کار تموم شده شروع کن. مکریون میگه اولین وظیفه هر روزش تو ارتش مرتب کردن تختش با دقت کامل بود. خب شاید به نظر خیلی بی اهمیت بیاد، نه؟ اما این کار یه پیام خیلی قدرتمند داره. پیامش اینه که شما اولین وظیفه روز رو با موفقیت انجام دادین. همین حس افتخار کوچیک تشویقتون میکنه که برید سراغ کار بعدی و بعد کار بعدی. در واقع یه کار کوچیکه که یه موج موفقیت رو برای کل روزتون راه میندازه. خب حالا که فهمیدیم شروع درست روز چقدر مهمه، بریم سراغ 2 تا اصل کلیدی دیگه که در واقع پایه‌های موفقیت‌های بزرگتر رو میسازن. این درس‌ها بهمون نشون میدن که انضباط شخصی به تنهایی کافی نیست. ما هم به دیگران نیاز داریم و هم به قدرت درونی خودمون. و این ما رو میرسونه به درس سوم. فقط اندازه قلبت مهمه، نه چیز دیگه. تو تمرینات فوق‌العاده سخت تکاول‌ها معمولاً اون آدمای غول‌پیکر و قوی هیکل نبودن که دووم می‌آوردن. نه، بلکه آدمای بظاهر معمولی با یه اراده آهنی بودن که تا تهش می‌موندن. آخر کار چیزی که برنده واقعی رو مشخص می‌کنه زور بازو نیست، قدرت تسلیم ناپذیر اراده و قلب شماست. درس دوم یه حقیقت ساده ولی حیاتی رو یادمون میندازه. تو به تنهایی از پسش بر نمیای. اصلاً مهم نیست چقدر قوی یا با استعداد باشی. زندگی چالش‌های جلو پات میذاره که تنهایی نمیتونی ازشون رد بشی. هممون به اون دوستای احتیاج داریم که تو لحظه‌های سخت کنارمون باشن، کمکمون کنن پارو بزنیم و بهمون انگیزه بدن. خب تا اینجا پایه‌های درونی رو ساختیم. حالا بیایم تمرکزمون رو ببریم به دنیای بیرون. درس‌های بعدی بهمون یاد میدن که چطوری با چالش‌ها، بی‌عدالتی‌ها و شکست‌هایی که دنیا خب ناچار سر راهمون قرار میده روبرو بشیم. توی آموزش‌های نظامی یه تنبیهی هست به اسم شیرینی شکری. ماجراش اینه که مجبورت میکنن با لباس خیس روی شنهای ساحل غلط بزنی. این تنبیه خیلی وقتا بی‌دلیل و ناعادلانه است و این یه استعاره خیلی قویه برای درس 4. زندگی بعضی وقتا خیلی ساده ناعادلانه است. ببینید نکته کلیدی این درس این نیست که بی‌عدالتی وجود داره، بلکه اینه که ما در برابرش چیکار میکنیم. آدمای معمولی غر میزنن و تسلیم میشن، اما قهرمان‌ها اونا فقط پا میشن، خودشونو میتکونن و به راهشون ادامه میدن. این انعطاف پذیری در برابر بی‌انصافی یک قدرت واقعیه. درس 7 بهمون میگه که جلوی کوسه ها کوتاه نیایم. ببینید دنیا پر از آدمای منفی و زورگوییه که از ترس شما تغذیه میکنن. اگه ازشون فرار کنید فقط باعث میشه بیشتر دنبالتون بیفتن. باید محکم سر جاتون وایستید، با ترساتون روبرو بشید و با شجاعت بهشون نشون بدید که طعمه آسونی نیستید. و این خیلی قشنگ به درس 8 وصل میشه. توی تاریک‌ترین لحظات باید بهترین خودت باشی. قدرت واقعی آدم وقتی همه چی خوبه معلوم نمیشه. نه، توی اوج سختیاست، وقتی همه جا تاریکه و آینده نامعلومه که شخصیت واقعیش رو نشون میده. خب تا اینجا در مورد انضباط شخصی و روبرو شدن با چالش‌های بیرونی حرف زدیم. اما هیچ کدوم از اینا بدون یکی از قوی‌ترین نیروهای انسانی ممکن نیست. قدرت امید و همبستگی. همون قدرتی که از همراهی با دیگران به وجود میاد.
و این ما رو میرسونه به درس ششم. باید جسارت داشته باشی. ببینید، قبول کردن شکست یه چیزه، اما اینکه خودت فعالانه دنبال چالش بگردی یه چیز دیگه است. موندن تو حاشیه امن هیچ وقت به تغییرات بزرگ ختم نمیشه. برای موفقیت باید بعضی وقتا ریسک کنی. با سر بری تو دل ناشناخته ها تا به پتانسیل واقعی خودت برسی. درس پنجم هم بهمون میگه که از شکست نترسیم. جالبه بدونید که توی آموزش تکاورا اونایی که بیشتر شکست میخوردن ضعیفتر نمیشدن. برعکس، با تمرینای اضافه آخر سر تبدیل میشدن به قویترین آدمای اونجا. پس باید ذهنیتمون رو عوض کنیم. باید از اشتباهاتمون درس بگیریم و ازشون به عنوان سوخت برای قوی‌تر شدن استفاده کنیم. درس نهم یه داستان فوق‌العاده قوی داره. مکریون تعریف میکنه که یه بار سربازا تا گردن توی لجن سرد و یخزده گیر کرده بودن. امیدشون رو کامل از دست داده بودن. اما یهو وسط اون سکوت و ناامیدی یه نفر شروع میکنه به آواز خوندن. صداش اولش ضعیف بود، اما طولی نکشید که یه نفر دیگه هم بهش اضافه شد. بعد یکی دیگه. خیلی زود همه داشتن با هم میخوندن و قدرت امید اون لجنزار سرد و تاریک رو تبدیل کرد به یه جای گرم و پر از همبستگی. این داستان یه پیام خیلی مستقیم و کاربردی برای هممون داره. قدرت فقط یه نفر تو امید دادن به بقیه میتونه معجزه کنه. لازم نیست حتما رهبر باشی یا کار خیلی بزرگی بکنی. فقط کافیه اون آدمی باشی که تو تاریک‌ترین لحظا یه شمع روشن میکنه. همیشه سعی کنید اون آدمی باشید که تو شرایط سخت به بقیه امید میده. و حالا میرسیم به اوج ماجرا. مهمترین اصلی که همه درسای دیگر رو به هم وصل میکنه، اصلی که بدون اون هیچ کدوم از درسای قبلی اهمیتی ندارن. و حالا درس دهم، آخرین و شاید بشه گفت حیاتی ترین درس از بین همشون. توی پادگان تکاورها یه زنگ برنجی بزرگ هست که هر کسی هر لحظه که بخواد میتونه برو به صدا درش بیاره. این زنگ نماد تسلیم شدنه، نماد دست کشیدن از رویا. هر کسی که بخواد انصراف بده باید بره سمت اون زنگ و 3 بار به صدا درش بیاره. شاید به نظر یه کار ساده بیاد، اما معنای خیلی عمیقی داره. به محض اینکه اون زنگ زده بشه همه چی تمومه. درسته که در تموم میشه، اما رویا هم تموم میشه. دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. یه کار نهایی و غیر قابل بازگشته. و پیام نهایی درس دهم اینه: هرگز تسلیم نشو. یادتونه ما با این سوال شروع کردیم که چطوری میشه دنیا رو تغییر داد. جوابش توی همه این درس‌ها پنهان شده. اما همشون به همین یه قانون بستگی دارن. اگه میخوای زندگی خودت و شاید دنیا رو تغییر بدی، هیچ وقت دستت رو به اون زنگ نزن، چون تا وقتی تسلیم نشدی هنوز شانس داری. و حالا این سوال برمیگرده به خود شما. اولین کاری که فردا صبح بعد از بیدار شدن میکنید چیه؟ روزتون رو با یه پیروزی کوچیک و مرتب کردن تختتون شروع میکنید یا مستقیم میرید سراغ دنیای شروق و پلوغ گوشیتون؟ این انتخاب کوچیک میتونه شروع یه تغییر خیلی بزرگ باشه.